سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. بچه ها چه موقع افعال رو به صورت گذشته ساده استفاده میکنیم؟ خب بچه ها، گذشته ساده یعنی چی؟ یکی از زمانهای پرکاربرد توی زبان انگلیسی هست که کاربردش اینه که وقتی که میخواین درباره کارهایی که به صورت کامل تموم شده، انجام شده، تموم شده و هیچ اثر و نقشی در زمان حالمون نداره صحبت بکنیم. Yesterday was a great day. I woke up at 7 a.m. I went to the park and I exercised a little. And then I met my friend. We talked to each other. And then I returned home and read a book for a while. خب بچه ها، افعالی که گذشته بودن رو الان بیایم بگیم. Was, read, met, returned, exercised, went, was, right? خب بچه ها، اینها افعال چی بودن؟ گذشته بودن که ما اومدیم به کار بردیم. حالا بچه ها، چرا به صورت گذشته شدن؟ چون که ما افعالی بودن، اتفاقاتی بودن که توی گذشته به صورت کامل رخ داده، انجام شده و تموم شد. بای